با سلام خدمت دوستان عزیز گرامی، اومدیم با یه بازی محبوب شکار در روز یا همون پریدی که فکر کنم خیلیاتون دارید بازی میکنید یا شاید هم بازی میکردید. این پارت یک این بازی هستش. اومدم آموزش بدم واسه اونایی که تازه نصب کردم یا بعضی چیزها رو نمیدونم. دوستان اینجا ساخت ابزار هستش که این واسه درخت قطع کردن و این واسه بعضی ماشین باز کردن و تجهیزات بیشتر دادن مانند نالز و نالز بیشتر میده. بعد اینم واسه سنجه. دیدم که از اینجا میتونید وسایلاتون رو بسازید تا بتونید بیشتر مجهز بشید و در بازی بیشتر باشید. بله، اما بریم سراغ اتک زدن و بگم که این بازی مده. من مدشو نصب کردم، یعنی جونش بی نهایته و فلان. اینجا چند تا شهر هست. این شهر لوت خوبی نداره، زامبیش هم ضعیفه، این هم هیچی نداره. بیشتر اگه داخل این شهر و این شهر برین میتونین با مثلا همرقابای آنلاین با اونا بازی کنین، مثلا کسی دیگه یا چیز. ولی با فرندتون هم میتونین برین. ترجیح این شهر خیلی لوت خوبی داره، خیلی لوتش خوب. اگه لول 12 بشه این لوتش خیلی عالیه، خیلی عالیه. برای ما مثال ما میریم اینجا که هم مأموریت داریم. اول شما اگه بازیتون مد نبود باید اچپی بردارین تا جون بردارین تا وقتی که بهتون ضربه زدن اچپیتون پر بشه. الان من 8 از این برداشتم، این برداشتم، شمشیر، یه دونم از این، یه دونم از این. خب ببینیم چی داریم اینجا برداریم. این کلیدا بهتون میگم به چه درد میخوره، خیلی خوب اگه پیداش کنید. بذارید بریم سراغ اتک. از اینجا شروع میکنیم. لطفا اگر از این ویدیو خوشتون اومد سابسکرایب کنید. الله که کامنت یادتون نره. تازه اولین ویدیوی چنل و این بازی یکم. خب اگه سنگینا نیاز داشتین جمع کنید، من نیاز ندارم. اینجا که ازم جون کم نمیشه به خاطر هم سلاح زیادی نبردم، همون با مش میزنم. ببین کاربرد این اینجاست. دستکش متاسفانه من ندارم، نیاوردم، یادم. الان کاربرد اونو بهتون نشون میدن که لوت بیشتری بهتون میده. ببینید اینجا الان با این وسیله به من لوت بیشتری داد، یعنی پیچ داد که اصلا خیلی سخت تو بازی پیدا میشه. از این طریق لوت بهتری من پیدا. و چوب خیلی به درد میخوره. اگه نظر منو میخواین همیشه چوب بردارین، همیشه چوب خیلی به درد میخوره. اگه آموزش مد کردن اینو خاصی کنین بگید تو کامنت ها، بگید من بهتون یاد بریم. یه چند تا چوب بزنین. چوب خیلی به درد میخوره، مخصوصا واسه دیوار ساختن و خونه ساختن و دیگر چیزا. اینجا این سگا خیلی دمیج زیادی میدن، به اینا حواستون باشه اگه مد بازی نمی کنید. ببین بار دیگه ببین لوت بیشتری به من داد. اینا این زامبیا رو بزنید فقط لولتون ببره بالا. تنها چیزش اینه و اینا لوت زیادی به آدم نمیدن. تنها هدفمون اینه، از زامبی کشتن همینه و اینه.
من یه مأموریت دارم که باید درخت جمع کنم تا این مأموریتم تموم بشه. به این واقعا چه بدت بخوری. خب رفتم اینجا. مخصوصا این زامی خیلی دمیج بیش از حد بالا میده. حواستون مخصوص به این باشه. اگه دوست داشتید آیدتونم بیدیم با هم گیم بزنیم خوشحال میشه. اینم زدیم. چی داشتید چی نداشت بدت نمیخواد. اینا پولن، یعنی میتونین داخل فروشگاه ازش خرید کنین. چه انگار بدت بخور نیستش، گرون میدن، یعنی زیاد باید، یعنی حتی 3-4 هزار تا باید داشته باش. من فکر کنم 2-3 هزار تا داره. باید زیادش داشته باش تا به دردت بخوره. بعد اینجا اینو که باز کردیم بازم اینا میزنیم، بازم دیگه بوت بیشتری داد، خیلی به درد میخوره. ببینیم دیگه بازم وسایلمون نه درخت همیشه یادتون باشه اومدین اینجا با خودتون بیارین تا درخت جمع کنین. درخت خیلی به درد میخوره، یعنی کاربرد واقعا زیادی داره. بازم استفاده میکنیم. دیگه خب کم کم مأموریت ما تو اینجا داره تموم میشه. چیز دیگه خاصی نمون تو بازی. اینم برداریم. اینم برداریم. اینجا و این. در آینده این موتور رو باید درست کنیم. من یه بار تموم کردم ولی به خاطر اینکه با شما بیام از دوباره بازم اومدم که ویدیو ضبط کنم. خب دیگه انگار اینجا دیگه بله دیگه هیچ لوت نمونده، تمومه. خب بذار از اینجا در بیایم. عید ماشین مونده بود اینجا. شب دیدم چی داره؟ چیز خاصی هم نداشت. خب دوستان امیدوارم از این بازی خوشتون اومده باشه. اگه به پارتای بعدش من میذارم که بیشتر راهنمایی بذارم. اگه مودش هم خواستین حتما تو کامنت ها واسم بگین، ممنون میشم. اگه خوشتون اومد این ویدیو رو لایک کنید و کامنت بذارید. سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیو بعدی فعلا خداحافظ.